میدونستید لحظه تحویل سال امسال چه زمانیه؟ بریم با هم ببینیم. تحویل سال امسال روز چهارشنبه 1 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی ساعت 6:36 صبح خواهد بود. برابر با گاهشماری 2583 شاهنشاهی که از روز تاجگذاری کوروش بزرگ تا به امروز می باشد. حیوان سال اژدهاست. اژدها در فرهنگ‌های مختلف جهان نماد قدرت، شجاعت، خرد و ثروت است. متولدین سال اژدها افرادی پر انرژی، خلاق و با اراده هستند. آنها معمولا در زندگی موفق هستند و به اهداف خود میرسند. رنگ سال هلوئی یا زردآلویی است. این رنگ ترکیبی از رنگ نارنجی و صورتی است و نماد آرامش، خوشبینی و امید است. سال 403 سال کبیسه است و 366 روز داره. به همین دلیل تعطیلات نوروز در این سال 5 روز خواهد بود. لایک یادت نره و برای دوستات بفرست تا اولین نفری باشی که سال نو رو تبریک میگی. سال نو پیشا پیش فرخنده و پر از خوشی برای میهن دوستان عزیز. اگه هنوز ما رو فالو نداری همین الان ایران باستان رو فالو کن.